سلام خدمت همه دوستان عزیز و همکاران گرامی. کیس ایمپلنت تک‌ویدی فول آناتومی مولتی لایر هست که کار به صورت اسکرو سمنت ساخته شده و کاستومایز اباتمنت هم براش انجام شده. دو تا مطلب داره این کار که خواستم خدمتتون توضیح بدم. مطلب اولش در مورد کار اسکرو سمنت هست. شما زمانی که کار اسکرو سمنت رو طراحی می‌کنید باید به صورتی باشه که مسیر نشست این پیچ به صورتی باشه که به هیچ عنوان به خود روکش گیر نکنه و به راحتی خارج بشه پیچ اباتمنت. گزینه دوم در مورد کاستومایز اباتمنتی هست که ما انجام میدیم. ما برای کار کاستومایز اباتمنت تک واحدیمون به جای اینکه یه دونه آنتی روتیشن بندازیم صفحه تخت هم باشه، سه تا آنتی روتیشن به صورت ناچ میندازیم برای اینکه گیر کارمون بیشتر باشه که احتمال اینکه روکش به مرور زمان از داخل از اباتمنت جدا بشه کمتر بشه. یکی این گزینه، یکی اینکه اباتمنتمون طبق اون فضایی که داریم سعی می‌کنیم قطورتر بسازیم که این گزینه هم خودش گیر کارو بیشتر میکنه که من حالا در ادامه ویدیو بهتون هم مسیر نشست پیچو نشون میدم، هم خود اباتمنت کاستومایز شده. همین کاریو که من براتون توضیح دادم الان طراحیشو میبینید شما. کار اسکرو سمنت و کاستومایز اباتمنتش هست که همینطوری که الان نگاه کنید مسیر نشست پیچ مشخصه، پیچ اباتمنت. یکی این گزینه، یکم گزینه کاستومایز اباتمنتش که الان همون ناچه‌ای که من خدمتتون عرض کردم شما الان اینجا در کار کاستومایز اباتمنتش میبینید که این خودش باعث میشه گیر کار بیشتر بشه. ممنون از همراهیتون.